در مرکز ایجادی کودکان و نورسانی ناحیه رودکی روز 1 مارس سال جاری با آمدن فصل بهار نمایش هنرهای مردمی برگزار نمودند. محفلچیان مرکز ایجادی کودکان و نورسان هنر خود را صیقل داده کوشش و غیرت می نمایند که مسئول دست خود را به نمایش گذارند. ما تصمیم بودیم وقتهای خالگی خود را به بودن گذرانده بعد درس‌ها با مرکز ایجادی کودکان و نورسان آماده تمثیل می‌کنم. در محفل سرایندگان نوروز از آموزگار میرزای فردوس. مقصد اساسی این مرکز ایجادی کودکان و نورسان در آن است که خوانندگان وقت خالگی خود را بیهوده نگذرانند و به محفل‌های زبان آموزی و کسب آموزی مرکز ایجادی کودکان و نورسان اعضا شده هنر و دانش خود را رشد دهند. کلیزای ما در آن است، در زیر کدوم مادران است. من محمد و مهینه به عوض مادران آمادگی دیده ایستاده. من نیزش از درسی مکتبیانه به مرکز ایجادی کودکان و نورسان آمده نقش آفرینی میکنم. خیلی مینادار هستند.